موضوع دوم صدقه فطر است. سرسایه هم برش میگن، صدقه فطر هم میگن. فطر یا از افطار هست. این صدقه که در رمضان در دیگر مذاهب فرض گفته شده، در مذهب ما و شما مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله برش واجب گفته شده. این صدقه فطر، این صدقه زمین فطر است که یک ماه روزه گرفتی ولی افطار میکنی. امی عبادتی که تو کرده ای اگر دی کدام نقصان آمده باشه به این جبیره میشه. ای علما یک عجیب مثال میتن، میگه سال در سال زکات در مال در تو فرض است یا نیست؟ سال در سال باید تو زکات بدی. حکمت زکات چیست؟ مالت پاک میشه. میگه صدقه فطر بخاطر چی؟ جانت پاک میشه. ایره که میگن سر سایه. چی میگن ایره؟ سر سایه. این سر سایه میگه بخاطر طهارت پاک کردن جان تو هست. سر سایه از همین خاطر است که در خانه در فامیل یک کس در تحت سرپرستیش یک دیوانه باشه، از دیوانه هم باید سرسایه داده شود. یک طفل باشه، از طفل هم باید سرسایه داده شود. از طفلم اما بچه بالغ و باز در گردن پدر نیستن و میفهمن کارش و اگر پدر از طرف ازوام میتا ادا میشه. یا بچه سر ازو لازم نیست که سرسایه پدر خدا بتا و اگر داد نوش جانش بیخی گپ خوب و اما لازم نیست سرش. سر نفر از جان خود و از کسایی که در تحت سرپرستی ازی است، مثل اطفال صغیره در زیر سرپرستی وکالتش در گردن ازی هست یا دیوانه هست. از این معلوم میشه که این سر سایه هست بخاطر طهارت چیز بدن انسان هست که سر طفلم میآید. سر طفلم لازم است که پدرش باید از طرف ازوام سرسایش ادا بکنه. حتی فقها میگن سر شوهر لازم نیست که سرسایه زن خدا بتا و سر زنم لازم نیست که سرسایه کی را بتا؟ شوهر خدا بتا. و اگر از یکی دیگه بتن مشکل نداره، کسمیتا مشکل نداره. و اما لازم و فرض نیست که ضرور به ضرور باید یک نفر از زن خود یا زن از شوهر خود سرسایه باید ادا بکنه. لازم و فرض نیست و اگر ادا بکنن نور علی نور، کار خوب هست. اگر ادا بکنن مشکل نداره. دومی که ای سرسایه ایمی از خاطر فطر روزی تو هست، شکرانگی ازی هست که پروردگار تو را توفیق داد که تو یک ماه روزه گرفتی علی عید میکنی تا که دیگر غریبا و فقیرا و مساکین هم کسایی که توان عید ندارن این سرسایه را تو ادا بکنی و غریبا بتی که هم به خود میوه بخرن، لباس بخرن، به خود چیزی که ضرورت دارن در خانه او چیزها را بخرن، این مشکلات خودم حل بکنن به خاطر خوش ساختن قلب مسلمان و فقیر و مسکین. ای علماء یک نکته نوشته میکنن این صدقه زکات هست یا سرسایه هست یا همینطور صدقه نفلی، میگه یک حکمتش این است که حسد و کینه را از بین میبره. یک سرمایه‌دار در یک منطقه به غریبه و مسکینه که چیز نمیتا، غیبی فقیره و مسکینه پشتش گپ زده میرن، او اینطور است، او فلان است، او بستان است، از خود جور کده. این خود زبان است، نه طرف تو بتی تو میخوره و فلانی چطور است، او نی گمش کو فلان است، او فلان است حرام خور است، او فلان است، ای از کجا پیدا کردی؟ هزار قسم گپ جور میکنن. حسد کینه در میان ایجاد میشه. علما میگن اگر صدقه داده برا ای حسد کینه فقیرا با سرمایه دارا با محبت تبدیل میشه. با چی تبدیل میشه؟ با دو صفت کرده میره. این صدقه یک حکمت شمیست که حسد و کینه با چی تبدیل میشه؟ تو از یک کراچیوان پرسان کو برو دمی سری را از یک سرمایه دار هزار قسم گپ پشت جور میکنه. خدا کنه که او به تجارت حلال پیدا کرده باشه و از دست ازو خطا نمیخوره. او چیزی که تا صدقات بتا سرش نظر شفقت داشته باشه، بعد این بعد و فاصله
از بین میره. این حسد و کینه به محبت تبدیل میشه. الله به همه ما و شما توفیق نصیب بگرداند. ما اکثر میگم به این دوستا که صدقه این نیست که فقط پول داده بودی به مردم، نی امی محبت، اخلاق نیک، امی یک لقمه نان، امی یک دانه سیب، امی یک دانه انار به کسی بتی، یک دانه خورما به کسی بتی، یک گلاس آب به کسی بتی، امی هم صدقه است. حتی در حدیث می به پیشانی باز با یک مسلمان ملاقات کردن هم صدقه است. یک کس نگوید که من پیسه ندارم دیگه من صدقه نمیتانم، غریب شدم. نه غریب خدا کرد خود بد اخلاق و نشو، اخلاق خود داشته باش. اخلاق خود پیشت کس نگرفت از این صدقه نده برو. اخلاق و اخلاق نیک کو با مردم، همی به تو صدقه است، همی به تو ثواب است. از این کمایی کردن میتونی که مفت است. همه ما و شما باید در مقابل یکی دیگه صدقه و همکاری داشته باشیم. صدقه و همکاری گفتم که انواعی زیاد دارد، تنها این نیست که به مردم پول داده بری. خو اس سرسایه فلسفه شمامی است که تا که می غریب و مسکینم اید بکنه. کتی از او کمک شوه، همکاری شوه، تو که لباس نو میگیری و هم به خود لباس نو بگیره. تو به خود به خانه خود میوه میگیری و هم به خانه خود میوه بگیره. شرم نیست که تو با اطفالت 3-4 جور لباس جور کرده باشی و طفلای از یک جور لباس هم نداشته باشن. بد نیست؟ ها؟ سخت نیست؟ باید در محل خود سر یتیم، بیوه، مسافر، کراچیوان، دکاندار، غریب، مسکین، سر کلش باید متوجه باشی و فکر داشته باشی. مانند خود اگر نتانستی 50% خو را مانند خود بسازی. دستارخان تو که چقدر پر باشه 50% خو هم داشته باشه. بچی تو که 4 جور لباس جور کردی و یک جوره خو بریزوام در نظر داشته باش. بعد انشاءالله برکتش هم در دنیا میبینی و هم در کجا؟ هم در آخرت میبینی. در مال حالت باز ببین، برکت ببین، خوشحالی رو ببین، این محبت باز ببین. باز لذت ببر از زندگیت، لذت ببر از عمرت، باز لذت ببر. هم از دنیات لذت ببر، هم در آخرت باز لذت ببر. این مال و سرمایه‌ای که حقوق غریبا و مسکینا و حقوق الله دو ادا میشه، این مال در خیر مسلمان هست، این در شر مسلمان در خیر مسلمان هست. باز الله دگم زیاد میکنه برد. اگر حقی از یار کس ادا نکنه، حقی غریبا و مسکینا و فقیرا را خصوصا در این ایام، باز این مال وبال جانی تو میشه. باز الله کل ما شما را نگاه بکنه، الله کل ما شما را توفیق نصیب بکنه که حقوق غریبا و مسکینا و حقوق الله را ادا کرده باشیم.